شورخون میدونید بیهوده شاهزاده زین‌الدینова محض در همین سنه یعنی 5 اکتبر که تمام کشور با شکوه روز زبان را قید میکند کنسرت برگزار نکردند، زیرا خواستند یک ارمغان برای کل استادان و آموزگاران و معلمان در روز عید نمایند و اینچنین چون خود زاده جمهوری برادری قرقیزستان هستند. ملت آن کس ازبک است و محض در کشور ما در جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت خود را برا مانده سرودهای بهترین تاجیکی را به مخلصانش تقدیم میکند و این البته سزاوار احسانها و قرصک‌های بلند شما دوستان عزیز. احسن. میدونید اکبر جان، شخصا برای من هنگامی که موسیقی و آهنگ مرغوب به خودم خاص را میشنوم به اختیار خود را اداره کرده نمیتوانم و حتما صحنه رقص میبرایم. گمان میکنم هر یک نفری که اینجا نشسته است هنگامی که دلگیر است یا کمتر خسته است حتما موسیقی را میماند و توسط آهنگ و موسیقی میرقصد. واقعا صحنه رقص انسان را میتواند باز سوی زندگی دلگرم سازد. اصلا اگر صنعت اصیل باشد، آواز مرغوب و خداداد باشد، واقعا عینی حال برای محبان یک سحری هست. شاید که آنها انتظار نبودند، شاید که باور نمیکردند، لیکن این ریالی هست و هنرپیشه ای که عینی حال به صحنه دعوت میکنیم واقعا هنگامی که سرود میسراید به اختیار صحنه رقص میبرایم، شادی میکنیم. هنگامی که سرودی غمانگیز میخواند به واسطه از چشمان ما اشک میریزد و خود را در خیال و آن همان صنعت تصویر یعنی که صنعت هنری والای این هنرپیشه احساس میکنیم و مفهوم شعر و سراییدن سرود را احساس میکنیم. همطور نیست؟ بله چنین است و این زمان میخواستم بیایید همه کسا به آن همان صنعت والا گوش میاندازیم و مهمان برنامه کنسرتی امروز را به این صحنه هنر دعوت میکنیم. نمونه سبشان رو نمیگویم، بگذار قرصک بلندی بینندگان آن کس آگاه کند. یعنی قرصک های شما استقبال میگیریم مهمان عالی قدر خوجند شهر باستانی ما هنرپیشه معروف استقبال میگیریم.